درود بر ایران عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد موضوع خیلی مفصل و مهم صحبت کنم که ذهنمو مشغول کرده. و موضوع امروز چیه؟ موضوع امروز اینه که یه سری این چپیا، مخصوصا این نفوذیاشون که میان به اصطلاح به اسم مثلا پادشاهخواهی یا مثلا به اسم این که مثلا بیان میگن من ضد جمهوری نه چندان ضد غربم، بعد آخرش هم مزدور رژیم در میان یه سری دروغ را میندازن، میان میگن پهلویا کلی از مردم بیگناه مثلا اقوام‌های مختلف کشته. حالا منظورم از اقوام‌های مختلف ایران چیه؟ منظورم کردها، لرها، بختیاریها، ترکها، قشقاییها، آذریها، دیگه گیلانیها، خراسانیها، نمیدونم فارسها، دیگه عربها، چون توی ایران عرب هم داریم به اصطلاح، از آیت الله بهرام آبولشویک گرفته تا امام فرشاد گردلنین رحمت الله علیه، ببخشید فرشاد گردکانه و بهرام آبتین به اصطلاح. راضی شدین حالا؟ خب برای پایان دادن به این دروغ ها 4 تا منبع رو بررسی میکنیم. منبع اول کتاب خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی و علی ایزدی، نوشته غلام حسین میرزا صالح. یه خورده در مورد اینم توضیح میدم که به اصطلاح سلیمان بهبودی یکی از به اصطلاح کارکنهای درباریان رضاشاه بوده. شمس پهلوی هم اولین فرزند رضاشاه بود. علی ایزدی مثل سلیمان بهبودی هم یه جورایی هم کارکن دربار رضاشاه بود به اصطلاح. منبع دوم رضاشاه از تولد تا سلطنت، نوشته دکتر رضا نیازمند. این کتاب به اصطلاح چند نفر از دوستان و فالوورهای عزیز به معرفی کردن و به نظر کتاب خیلی جالبی میاد. بعد چیزی که در مورد این کتاب جالبه اینه که در مورد خاطرات اشخاص زمان رضاشاه بهتون میگه. این کتاب حتما بخونید، بهتون توصیه میکنم. منبع سومم این کتابه، یادداشت‌های اعلی حضرت رضاشاه کبیر در زمان ریاست الوزرایی و فرماندهی کل قوا. این در واقع میاد به اصطلاح خاطرات رضاشاه کبیر رو به اصطلاح زمان ریاست الوزرایی براتون تعریف میکنه. این کتاب هم بهتون توصیه میکنن برید بخونید، اسنادهای خیلی مهمی داخلشه. و منبع آخرم این کتابه، تاریخ معاصر ایران، نوشته سعید نفیسی، تاریخ شهریاری شاهنشاه رضاشاه پهلوی. خب بریم سند اول رو نشون بدیم. سند اول صفحه 23 کتاب خاطرات سلیمان بهبودیه به اصطلاح و اینجا میگه سرپرستی اسکورت عشایر با سرگرد کریم آقا بود. روزهای سلام اغلب حضرت اشرف در شکه سوار می شدن و عشایر با لباس محلی سوار اسب اطراف در شکه به خاک گلستان می رفتن. منظره زیبایی بود. دیدن عشایر شاهون، کلهر، سنجابی، عرب، بختیاری، بلوچ، کرد و قشقایی، عده‌ای از مردم در خیابان سپه جمع می شدند. آنها فقط برای دیدن سردار سپه و سواران عشایر مردم بی اندازه نسبت به آنها احضار علاقه می کردند. واقعا حضرت اشرف هم مردمدار بودند و محبوبیت عجیبی پیدا کرده بودند. در اینجا به اصطلاح سلیمان بهبودی داره تعریف میکنه که سردار سپه یعنی در واقع رضاشاه رابطه خیلی خوبی با عشایرهای مختلف داشت قبل از اینکه بره جنگشون. یعنی رابطهشون انقدر خوب بود به اصطلاح که حتی میرفتن کاخ گلستان با قوام السلطنه یا حضرت اشرف به اصطلاح و رضاشاه به اصطلاح، مخصوصا با بختیاری ها به اصطلاح. و تازه یه ویدیویی پیدا کرده بودم، حالا اگه اشتباه نکنم داره توضیح میده که همین رضاشاه با بختیاری ها خیلی رابطش خوب بوده.
توی این مستندی که میخوام بهتون نشون بدم یه جورایی ممکنه یه طرز تعریفش مثلا مثل همین طرز تعریف دی پادکست و نمیدونم مورخ پادکست باشه و مثلا بعضی جاها رو ممکنه یه خورده سوسه بیاد، ولی این سند بهتون نشون میده که روابط ایل بختیاری و رضا شاه قبل از جنگ رضا شاه با ایل بختیاری خیلی خوب بوده. شمایی که میایین این همه میگین اگه پهلوی خوب بود چرا انداختنش بیرون، منم میام این سوال از شما میپرسم. خانها چیکار کردن که رضا شاه سلاخیشون کرد به اصطلاح؟ چرا نمیایین در مورد این حرف بزنین که به اصطلاح رضا شاه با خانهای مختلف رابطه خوبی داشته؟ میگین این سند کافی نیست؟ اتفاقا یه مستندم هست که در مورد این موضوع صحبت میکنه به اصطلاح. لرهای بختیاری شاید تنها گروه قومی بودند که به رغم دستیابی به مقامات عالی دولتی در دوران مشروطه و همکاری نزدیک با سردار سپه جهت سرکوب شورش‌ها و قیام‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور بعد از قدرتگیری رضاشاه به شدت سرکوب و از مناصب خود برکنار شدند. رضاخان از ظهور تا رسیدن به پادشاهی اهدافی رو دنبال می‌کرد که به طور چکیده‌وار در 3 محور عمده خلاصه می‌شد. اول، کشوندن ایران به مسیر تجدد و تمدن غرب و به اصطلاح نوسازی. دوم، سیاست تمرکزگرایی و حذف قدرت‌های محلی. و سوم، ملت سازی مبتنی بر ایدئولوژی ناسیونالیسم بر محور باستانگرایی. بسیار واضحه که تحقق اهداف بالا مستلزم برقراری نظم و حذف مخالفان بود. در این فضای فکری دولت با تمام نیروی خود به جنگ ایلات رفت، چرا که ساختار اجتماعی ایلات و سازمان سیاسی اونها متشکل از خانهای متنفذ محلی از جمله موانع تحقق اهداف یاد شده به شمار می اومد. با وجود این، موضوع رضاخان در برابر سران ایلات ابتدا چندان مشخص نبود. اگرچه سردار سپه در سال 1301 شمسی، یعنی چند سال قبل از احراز سلطنت، قوانین بختیاری رو از حکومت‌های یزد، کرمان و اصفهان برکنار گذاشت و یا اونها رو ملزم کرد که دیگر از گارد مسلح استفاده نکنند تا پیش از تحکیم موقعیت خویش سیاست محتاطانه‌ای در قبال اونها در پیش گرفت، چنان که برخی قوانین بختیاری از جمله سردار اسعد سوم با اون همکاری کردند یا قوانین بویراحمد در ماجرای سرکوب شیخ خزعل اون رو یاری دادن. اینم از مستند به اصطلاح رابطه رضا شاه با خانهای بختیاری. میتونیم برین این ویدیو رو نگاه کنیم. با اینکه طرز تعریفش یه خورده جالب نبود، مثلا گفته بود که کشیدن کشور به سمت تمدن غرب، که نمیدونم این چه حرفیه، ولی حداقل داره بهتون میگه که قبلا رابطه ایل بختیاری با رضا شاه خوب بود و رضا شاه هم خیلی دوستشون داشت. ولی بعضی از سران بختیاری با شیخ خزعل همکاری کرده بودن به اصطلاح. در یادداشت‌های اعلیحضرت اینجا میگه لرها در لرستان مدافع بزرگی برای شیخ خزعل بودن و هزاران فردی که تحت تاثیر به اسم طرفداری از شاه و پولهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند و میخواستن با قوای مرکزی مقابله کنند، ولی پیروزی های من خیلی سریع و خوب انجام میگرفت. قابل توجه کسانی که میان به ما پادشاه‌ها میگن وطن فروش، به این نوشته نگاه کنید از خاطرات رضا شاه. بعد جالب اینجاست برخی از این چپیا مثل آیت الله بهرام آبولشویک یا مثل همین بختیاری ایکس لرستان میان به اصطلاح میگن رضا شاه خاندان پالانی میدونین تازی پرست بودن، اینا تازی پرستان، عرب پرستان و اینا چیزا. بعد یه نوشته های مثل اینو میبینی به اصطلاح. به عنوان یه لور واقعا مسخره است که یه همچین آدمایی به ما میگن آدم فروش، بعد خودشون رفتن خودشونو فروختن به شیخ خزعل غرب تبار. یعنی من به عنوان یک نیمه لور واقعا از این خجالت میکشم. واقعا تازه این چیزی نیست، سندهای دردناکتر از این هم هست. این سند از کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به اصطلاح. بهتون توصیه میکنم این کتاب رو بخونید.
یعنی انقدر اسناد داره که خودتون بریم بخونیم برگاتون میریزه. میدونی؟ اینجا میاد به اصطلاح سند میاره که به اصطلاح شورشیان مناطق مختلف دست پرورده این و اون بودن. همین شورشیان لور بختیاری دست پرورده غرب و آلمان بودن، مخصوصا انگلیس. حالا سندشو براتون میخونم. روز 24 اردیبهشت 1302 کنسول انگلیسی در اهواز مجدداً به وزیر مختار تلگراف کرد: قوای دولتی از بختیاری ها قوی تر است و من آنها را شکست خورده میبینم، لذا من پیشنهاد میکنم که یک دسته از قشون ما را وارد میادین نفتی شود و دارایی کمپانی نفت را حفظ کند. برای به دست آوردن بهانه ما باید شورشی در اعراب تولید کنیم تا در تقیان آنها خطراتی متوجه لوله های نفت شود و سپس با پیاده کردن قشون در اهواز نقشه وزیر جنگ را باطل نموده بر او سبقت جوییم. بهتون توصیه میکنم این کتاب رو بخونید. یعنی چیزهایی بهتون نشون میده، چیزهای عجیب غریبی بهتون نشون میده که برعکس اینو بهتون گفته بودن. مثلا میگفتن آره شورشیان بختیاری ضد استعمار بودن و اینجور چیزا و رضاخان سردار سپه یا به اصطلاح رضا شاه پهلوی خودش نوکر انگلیسا بوده، در صورتی که اینطوری نبوده. این کتاب تو بعضی جاهاش میاد از خاطرات خود سر پرسی لورنس در واقع بهتون اینو میگه که به اصطلاح میخواستن قشون ببرن برای شورشیان بختیاری. خب قبل از این که بریم اسناد بعدی رو نشون بدیم و به جرئت میتونم بگم یکی از دردناکترین اسنادهای تاریخی که کسی به ما نگفته، میخوام یه چیز جالبی بهتون بگم. این چیز جالبی که میخوام بهتون بگم اینه که به اصطلاح بعضی از این چپولا میان از کتاب تاریخ معاصر ایران سوء استفاده حد اکثر رو میکنن که بیان تاریخ ایران رو خراب کنن. کسانی مثل یرواند ابراهامیان، کسانی مثل بهرام آبولشویک یا باید بگم آیت الله بهرام آبولشویک، یکی مثل همین فرشاد گردلنین. حالا بهتون نشون میدم این ویدیو آیم فریشه. در کل مدت عمرم مضحک‌ترین جمله‌ای که شنیدم این بوده: کرد طرفدار پهلوی. یعنی مضحک‌ترین چیزی که در مدت عمرم شنیدم اینه که بگی یهودی طرف، یعنی دقیقاً همونجوری. یعنی یه کرد 10 دقیقه بشینه در مورد تاریخ خودش تحقیق و تفحص بکنه، میبینه قتل و عام‌هایی صورت گرفته در کردستان به دست پهلوی که اصلا هیچ جوره نمیشه پنهانش کرد، هیچ جوره. و دقیقاً اون شکلیه که یه کرد بیا طرفداری پهلوی رو بکنه، این که مثلا یه یهودی یا طرفداری هیتلر. و یک پیشنهاد و یک نصیحت به این عزیزان پهلویچی: به این جور آدم‌ها اعتماد نکنین. اینایی که خانواده خودشون، مردم خودشون رو فروختن، شما رو به پوست پیاز میفروشن دیگه. اصلا شما که عددی نیستین براشون. خیلی راحت بهتون میگم و میدونم که اونا رو اصلا آدم حساب نمی‌کنیم کردایی که طرفدار پهلوی هستن و میدونین خائن هستن بهتر از من، ولی خواستم دوباره یادآوری کنم. خیلی مخلصم. خائن ماییم یا شما تجزیه طلب‌های آدمکش که خودتون رو به کمونیستا و عثمانی‌ها فروختید؟ بله گفتم آدمکش، چون سندش هم دارم. این هم سندش: فصل 38 جنگ‌های آذربایجان، سیمیتقو و لاهوتی. طوایف مختلف کردهای شکاک به رهبری شیخ عبدالله، حمزه آقا شکاک، شیخته و علی خان شکاک سالها در آذربایجان غربی مشغول قتل و غارت و هتک ناموس مردم بودند. بی‌رحم‌ترین و شرورترین این یاغیان اسماعیل آقا سیمیتقو بود، یا در واقع سیمکو شیکاک، که هر چند یه بار به شهرهای آذربایجان غربی هجوم می آورد و اموال مردم را غارت و زنهای آنان را هتک ناموس می کرد. آقای گردلنین اینو می بینی؟ نه تنها اسماعیل سیمیتقو به اصطلاح کلی از مردم آذربایجان رو قتل عام کرده بود، بلکه ایشون تو نسل‌کشی آشوری ها یعنی سیفو حضور داشت. خب بریم سراغ سند بعدی از کتاب همین رضا شاه از تولد تا سلطنت.
یعنی واقعا شرم آوره و درد آور که خیلی از این چپولا میان از خانها دفاع میکنن ولی نمیان یه بار در مورد این حرف بزنن که به اصطلاح خانها چه جنایاتی میکردن. بعد جالب اینجاست خانها کلی از پولهای ایرانی رو چپاول میکردن و بعضی از خانها پول میفرستادن برای خارج از کشور، ولی نه، پهلوی‌ها پول دزدیدن و خارج از کشور بردن و اینجور غلطا. خب حالا بریم بخونیم چی نوشته. رزم‌های داخلی و پیریزی ارتش نوین ایران. وقتی که سردار سپه کودتا کرد در ایران هیچ نقطه آرامی وجود نداشت. میرزا کوچک خان گیلان و مازندران را در اختیار داشت و خود را رئیس جمهور شوروی ایران می‌دانست و لاهیجان مرکز شوروی ایران شده بود. اقبال السلطنه در ماکو و اسماعیل آقا سیمیتقو در غرب آذربایجان مشغول تاخت و تاز و غارت مردم بودند. ایلات شکاک کردستان قابل توجه آقای گردلنین که میاد میگه قتل عام‌هایی که توی کردستان صورت گرفت که نمیشه پنهونشون کرد. و ایلات لرستان قابل توجه آیت الله بهرام آبولشویک دست به یاغیگری زده بودند. تراکمه در گرگان و ایالت هزاره و زعفرانلو در نوار مرکزی شمال خراسان و سیستان همه چیز را تحت کنترل خود داشتند. استان فارس و کرمان و بلوچستان و مکران در اختیار پلیس جنوب بود. همین پلیس جنوب که مصدقم حتی خودش اعتراف کرده بود توی جنوب با پلیس انگلیس کار کرده بود به اصطلاح. و ارتش ایران حق ورود به آن نواحی را نداشت. این قابل توجه کانال تاریخ بدانیم که میاد سخنهای امیر عباس هویدا رو جوری دستکاری میکنه که مثلا میخواد بگه امیر عباس هویدا به اصطلاح داره میگه که زمان شاه به اصطلاح شاه انگلیسا رو بیشتر براشون ارزش قائل بود تا مثلا ایرانیا. بعد جالب اینجاست این کارو میکنن ولی میان سخنهای هویدا رو سانسور میکنن که میگه به اصطلاح شاه آدم عاقل و دانایی بوده. میدونی میان در مورد حرف هویدا یه سری پروپاگاندا درست میکنن که مثلا زمان شاه انگلیسا رو به اصطلاح بیشتر آدم حساب میکردن تا ایرانیا، ولی نمیاد در مورد این حرف بزنن که زمان قاجار بیشتر اینطوری بوده تا زمان پهلوی. خب حالا ادامه میدیم. دوست محمد خان بلوچ خود را فرمانفرمای سیستان و بلوچستان میدانست. بختیاری ها در اصفهان، قشقایی ها در فارس و شیخ خزعل در خوزستان ملک و توایفی را انداخته بودند. ولایات ممسنی و درشوری و دشتی و بویر احمدی یاغی شده مردم را غارت می‌کردند. کرنل محمد تقی خان بسیان در خراسان داعیه ریاست جمهوری داشت و سرگرد لاهوتی در آذربایجان سر از اطاعت مرکز برداشته بود. دزدان و راهزنان تمام راه‌های کشور را در اختیار داشتند. کمتر قافله‌ای می‌توانست از شهری به شهری برود بدون اینکه مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد. واقعا شرم آوره که کسی بخواد به اصطلاح مخصوصا تجزیه طلبا بیان در مورد قوم خودشون دروغ بگن. بعد تازه شاید بگین این منبع اصلا خوب نیست، این منبع فقط به پادشاه‌ها میان ازش استفاده میکنن. فرض کنیم بگیم اینطوریه، فرض کنیم بگیم آره اینطوری بوده و اینجور چیزا، ولی جالب اینجاست خود تاریخ معاصر ایران هم داره میاد در موردش میگه. همون تاریخ معاصر ایران که خیلی از چپیا میان ازش سوء استفاده میکنن، مثل اروند ابراهیمیان. بریم ببینیم اونجا چی نوشته که نیاین بگین این معتبر نیست. خود
تاریخ معاصر ایران رو که نمیتونیم انکار کنیم دیگه. اینجا در تاریخ معاصر ایران میگه ذکر ناامنی‌ها و جنگ‌های داخلی که سراسر تاریخ قاجار را فرا گرفته است در خور کتاب بزرگی است و من تنها به حوادث پایان این دوره تا 1299 قناعت میکنم. 1299 در واقع کودتای اسفنده به اصطلاح. در این دوره قوه حاکمه و دولت مرکزی تنها بر قلمرو محدودی در اطراف تهران فرمان روایی داشت و هر ناحیه‌ای سرکشانی بودند که ذکرایشان پس از این خواهد آمد. چنان که سابقاً با اختصار اشاره کردم، خوزستان در زمانهای قدیم یکی از آبادترین نواحی ایران و سرزمین زرخیزی بود. در نتیجه ناتوانی دولت یکی از ویرانترین ولایات ایران شده بود و منابع، ثروت و کشاورزی آن از کار افتاده بود. چادرنشینان عرب مانند بنی طروف و بنی کعب از سالیان دراز در آنجا رخته کرده بودند و تقریباً در مدت 30 سال این سرزمین تاریخی از ایران جدا بود و از حکومت مرکزی پیروی نمی کرد و حتی شیخ خزعل که دم از استقلال میزد مالیات را به نفع خود می گرفت و با بیگانگان روابط شخصی داشت. قابل توجه آقای آیت الله بهرام آبوالشویک و فرشاد گردلنین. لرستان نیز همواره میان تاخت و تاز چادرنشینان غارتگر لر بود و از زمان کریم خان زند بیعت رابطه لرستان با حکومت مرکزی گسسته شده بود و از یک سوی تا خوزستان و از سوی دیگر تا سرزمین عراق و سلطان آباد هر مسافر و کاروان بازرگانی که از آنجا می گذشت دچار کشتار و تاراج می شد. و اینجاش خیلی دردناکه، میگه ناحیه کرمانشاهان نیز از قدیم میدان سرکشی چادرنشینان کلهور، سنجابی و گوران و جز آن بود که حوادثی پیش می آوردن که تا مدتی دولت مرکزی را گرفتار می کرد. کردستان هم پس از کریم خان زند یک سر از حکومت مرکزی جدا شده بود و طوایف کرد مانند اورومانی و مریوانی و گلباقی و مکری و گلیابی نه تنها پیوسته بابک دیگر در زد و خورد بودند و از حکومت مرکزی پیروی نمی کردن و کارگزاران آن را به خود راه نمی دادن، بلکه همسایگان خود نیز می تاختن و دولت ایران ناگزیر بود هر چند یه بار نیروی برای دفع آنها بفرستند، ولی با این همه کوشش ها نمی توانست ایشان را فرمان بردار خود کند. آذربایجان نیز که در سیاست و اقتصاد مهمترین ایالت ایران بود همواره میدان تاخت و تاز چادرنشینان دیگر به شمار می رفت و کم می شد امنیت کامل در آن ایالت بزرگ برقرار باشد. یا کردانی نصرانی که بهشان جلو می گفتند و در شمال چادرنشینان شاهسون با یکدیگر در زد و خورد بودند و گاهی شهرها گرفتار کشتار و تاراج این دسته یا آن دسته می شدند و گاهی هم زد و خورد در شهرها در می گرفت. در گیلان هم طوایف مختلف در برخی از نواحی سرکشی می کردند و مخصوصاً تاشی ها دعوای خودسری داشتند و اتباع و پیروان میرزا کوچک خان که به نام جنگلی معروف شده بودند چند سال را رابطه آن سرزمین با حکومت مرکزی
گسسته بودند و سفره‌ای از مرکز به آنجا و از آنجا به مرکز می آمدند. در مازندران نیز برخی از نواحی بود که کمتر روی آسایش و امنیت به خود میدید و مخصوصا ناحیه سوادکوه مسکن طوایفی بود که چندین بار سرکشی و فتنه‌جویی کرده بودند. استراباد یکی از ناامن‌ترین نواحی ایران بود، زیرا که ترکمنان مخصوصا طوایف بموت و کوکلان و تکه مدت‌های مدید به هیچ وجه فرمانبردار حکومت مرکزی نبودند و پیوسته در حال طغیان، دزدی و راهزنی به سر می بردند و همیشه در راه خراسان در همین کالا و راهگذر بودند و نه تنها از کشتار و تاراج باک نداشتند، بلکه زن و کودک را اسیر می کردند و با خود می بردند و ازشان بهره‌مند می شدند. در خراسان نیز که ظاهراً امن‌ترین و آرامترین ناحیه ایران بود، همواره چادرنشینان سرکش غارتگر در نواحی مختلف در تاخت و تاز بودند و در برخی از نواحی مخصوصاً کردان، بجنور و اوچان فرمانبردار حکومت مرکزی نبودند. ببین چقدر دردناکه یه آدم بخواد در مورد تاریخ اقوامش دروغ بگه. آقای آیت الله بهرام آبولشویک، میای از طرف فاز ضد دینی میگیری و از طرف دیگه میای از کسایی دفاع میکنی که دینشون اسلام بوده، مثل همین علی مردان خان بختیاری به اصطلاح و آقای فرشاد گردلنی. شما دوتا ویدیوها رو تماشا میکنید، تاریخ معاصر ایرانه که نمیتونین انکار کنین. مگه غیر از اینه که همسنگرهای چپیتون از تاریخ معاصر ایران برای تخریب پهلوی‌ها سوء استفاده کردن؟ مگه غیر از اینه که سران و اشاعرهای قوم‌های مختلف ایرانی نه تنها تجزیه طلب میکردن بلکه مال همدیگر رو میخورن؟ مگه غیر از اینه که خودشون از کشورهای غرب و شرق و شمال و جنوب کمک میگرفتن که این استانها از ایران تجزیه بشن؟ مگه غیر از اینه که خودشون دل بخواهی آدم میکشتن؟ حالا قبل از این که برم بهتون توضیح بدم زمان محمد رضا شاه لرها و کردا زندگیشون چطوری بوده، میخوام یه چیزی بهتون بگم. تا حالا شنیدی که بیان در مورد مرگ سردار اسعد بختیاری دروغ بگن؟ چه دروغ میگن؟ میگن سردار اسد دوم علی قلی خان به اصطلاح کسی بوده که توسط رضا شاه ترور شده. حالا کی این دروغو میگه؟ آقای آیت الله بهرام آبولشویک لعنت الله علیه. بعد از خودتون میپرسین سردار اسد دوم مگه توسط مرگ طبیعی نمرده؟ درست میگی، سردار اسد دوم توسط مرگ طبیعی مرده، ولی جالب اینجاست مرگ سردار اسد دومو میان با مرگ سردار اسد سوم قاطیش میکنن، میدونی؟ ولی خوشبختانه سندی که میخوام نشون بدم داره بهتون میگه که واقعیت ندارد. منبعی که میخوام ازش استفاده کنم رهبران مشروطه، نوشته ابراهیم صفایی. خب بریم ببینیم چی نوشته. کم کم بینایی سردار نقصان یافت و از مطالعه محروم ماند و در اواخر 1332 قمری به کلی باصره خود را از دست داد. در 1334 قمری نیز دچار سکته و فلج گردید و پس از 6 سال زندگی تلخ و دردناک روز پنجشنبه 7 محرم 1336 قمری، یعنی در واقع 2 مهر 1296 درگذشت. یعنی در واقع 3-4 سال قبل از این که رضا شاه بیاد روی قدرت، سردار اسد توسط مرگ طبیعی فوت کرد. خر خودتونین که میخواین مسئله رو بپیچونین، میدونی؟ خب یادم رفت 2 تا اسناد دیگه هم نشون بدم. یه بار از خاطرات رضا شاه، یا باید بگم یادداشت‌های رضا شاه، و یه بارم از سایت ایرانیکا.
این هم یه سند از خاطرات رضا شاه یا یادداشت‌های اعلیحضرت.